به سهم خودمون ببینیم در این عرصه عمل چه کار می‌توانیم بکنیم. اولش این است که یاد خدا رو فراموش نکنیم. بعد این است که تقوای الهی را معیار کار خودمون قرار بدیم. اینا کارهای آسانه ها، اینا کارهای ممکنه، اینا کارهای نشدنی نیست که بگیم چجوری. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. به یاد خدا باشید. هر کاری انسان میخواد بکنه به این فکر باشه که آیا این کار موافق رضای الهی هست یا نیست. اگر احراز نکرد که مخالف رضای الهی است اشکالی نداره، لکن مواظب باشد که مخالف رضای الهی نباشه. این ذکر الهی است. ذکر فقط به زبان نیست، توجه به این معنا ذکر الهی است. تقوا، هدایت قرآن در اختیار افراد با تقواست.